رحیم بندوی، فعال سیاسی و عضو حزب مردم بلوچستان از لندن با ما هستند. وقتتون بخیر. مولوی عبدالحمید گفته اهل سنت از تمامی جناح‌های سیاسی ناامید شدن. نظرتون در این باره چیه؟ با درود بر شما بینندگان گرامی، ببینید بر این کره خاکی تجربه در واقع پایه و بنیان علم این بشره. 45 سال تجربه ای که تمام مردمان ایران و به ویژه مردم بلوچ با توجه به اینکه هم به قول معروف جزء اقوامند و هم اینکه از نظر مذهبی هم مذهبشون آن مذهبی نیست که حاکمان دارند و این حاکمان تمامیت خواه در واقع معیار همه چیز رو بر مبنای اون ایدئولوژی و فرقه خودشون گذاشتن و دارن استفاده میکنن در واقع از این عنوان اصولگرا و به اضافه به قول معروف اونایی که چی میگیم بهشون، بخش برای اینی که آقای پزشکیان رو گذاشتن. عذر میخوام از این بابت. اینه که این استمرار طلبان در واقع به عنوان یک ابزار در دست جمهوری اسلامی هستند و الان با توجه به نیازی که پس از اون در واقع انتخابات گذشته‌ای که داشتند و دیدن که چگونه در واقع مردم پای صندوق‌های رأی نرفتن، این بار بهترین گزینه رو در واقع با تمام تنش‌هایی که با همدیگه داشتن و خب به هر حال بازم استفاده کردن و آقای پزشکیان رو آوردن. اینجاست که مولوی عبدالحمید بر مبنای این تجربه چندین ساله 45 ساله‌ای که داشتن در واقع همه رو امتحان کردن، از اصولگراهان گرفته تا به قول معروف اصلاح طلبان و رسیدن در واقع به جایی که دیگه اون تصمیم نهایی خودشون رو و به اون نتیجه نهایی رسیدن و نتیجه نهایی که دارن اینه که این حکومت با این ساختاری که داره، با این سیستم اقتصاد رانتی که داره و با این به قول معروف ایدئولوژی که داره و تمام هستی ایران رو صرف اون عمق استراتژیک خودش که در واقع چیزی جز همون گسترش یا استقرار حلال شیعیسم نیست، دیگه قطع امید کامل کردن. در واقع جایی نمونده، نکته‌ای نمونده که مردم دیگه فکر بکنن که به هر حال بازم یه منفذ به قول معروف امیدی هست، میشه به یک شکلی در واقع امیدوار بود. متاسفانه این رژیم در واقع با تمام توانایی که داشته همه چیز ایران رو فدای اون ایدئولوژی خودش کرده و دقیقاً هم به همین دلیل اتفاق مولوی عبدالحمید بر اساس همین تجربه 45 سالی که داشت اومد به این نقطه رسید و گفت که تمام فسادی که الان این جمهوری اسلامی یا این حکومت در واقع با آن دست به گریبان است به دلیل حاکمیت مذهبی است. چرا که یک حکومت مذهبی در واقع تمام مردم رو کاری نداره جز اینکه بر مبنای خودی و غیر خودی تقسیم کنه. به همین دلیل هم در واقع رسیدن به اون نقطه‌ای که همه مردمان ایران و به ویژه عرض کردم مردم بلوچی که در واقع به عنوان غیر خودی ترین ها هستند و آتش به اختیار ترین ها هم در جایی مثل بلوچستان فاجعه هایی مثل جمعه خونین زاهدان خاش می‌آفرینند. به همین دلیل مولوی عبدالحمید و مردمان ایران کلا و بخصوص مردمان بلوچ از این رژیم قطع امید کامل کردند. هیچ در واقع امیدی برای اینکه اصلاحی از کانال‌های مختلف امکانش باشه برای مردم باقی نموده متاسفانه. پزشکیان یه تأمل خاصی داشته باشیم. تو مبارزات انتخاباتیش بارها به موضوع اقلیت‌ها پرداخته. انتظار میره رویکرد دولت 14 با مردم بلوچ و اهل سنت متفاوت از دولت‌های گذشته باشه؟ ببینید این معضل به قول خودشون اقوامی که در ایران هست و به اضافه به هر حال معضل زنان و معضل مذاهب، این سه تا به عنوان در واقع خط قرمزهای این حاکمیت هستند که فقط میخواد همه رو آنچنان که خود فکر میکند تنظیم کند و مدیریت کند و تا الان هم ثابت شده در واقع اصلاح طلبان هیچ گونه نقشی در ارتباط با تغییر و تحول نتونستن داشته باشند، تا جایی که حتی شخصی مثل آقای خاتمی مطرح میکنه که رئیس جمهور کسی جز یک تدارکچی برای دفتر خامنه ای که در واقع مدیریتش فرماندهی و فرمانروایش دست سپاه قدسه، در ارتباط با همون ایدئولوژی که برای خودش داره و به دنبال اون نیروهای نیابتی و همه چیز رو داره خرج و هزینه اونا داره میکنه. به همین دلیل واقعا الان تک تک میشه گفت همه اقشار جامعه گوناگون ایران در واقع به این نتیجه رسیدن که اصلاح طلبان در واقع جز
یک کلمه درستی رو به کار بردن، استمرار طلبان در واقع بسیاری بهش میگن. هیچ نقشی جز این که هر وقتی که ضرورت ببینن این حاکمیت دفتر ولی فقیه در واقع یه مهره از اینا رو جمع میکنن و میگذارن برای اینکه انتخاب کنند و انتخاب بشن. و واقعا هم این بار به نظر اومد با توجه به اون دوران زن زندگی آزادی بود، جنبش انقلابی ژینایی که داشتیم و با توجه به همبستگی که در میان مردمان ایران به وجود آمد، با توجه به اینکه اون شعار تجزیه طلبی که جمهوری اسلامی ایران همواره به عنوان یک ابزار سرکوب تمام ارضی رو در دستش گرفته و داره میکشه و جنایت میآفرینه، این دوران ژن آزادی در واقع زن زندگی آزادی همبستگی در میان مردم وجود آورد که اون شعارهای آنگونه‌ای سر میدادن که حتی دیگه تمام جهان هم خبر شد. اینجاست که نقش کسانی که تحت عنوان اصلاح طلب و حالا که بخش عظیم از اصلاح طلبان هم در واقع بریدن، اما خب هستن کسانی در واقع مثل آقای پزشکیان که به هر حال بعد از اینکه انگار راضیش کردن با توجه به اینکه در گذشته این رو رد کرده بودن صلاحیتش رو، ولی نیاز پیدا کرده بود آقای خامنه‌ای و از ایشون خواست که در واقع بیاد این نقش رو به عهده بگیره که مردم بیشتری رو پای صندوق رای و اون کسب مشروعیت مسخره‌ای که در واقع الان دیگه اون کسب مشروعیت هم با ضریب سه در واقع به این شکل براشون در اومده. هیچ امیدی نیست اصلاح طلب باشی چه اصولگرا، مردم اتمام حجت کردن، این رو نمیخواد. سپاس از شما. رحیم بندویی، فعال سیاسی و عضو حزب مردم بلوچستان.